کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با معلومات شهروندان بخصوص کودکان و نورسان می‌رساند که با بلند گردیدن حرارت هوا و آغاز گردیدن موسم شناوری در حدود کشور در وقت استراحت و فراغت قاعده‌های بی‌خطری و طلبات‌های شناوری را رعایت نمایند. از جمله از آبازی در موضع‌های خطرناک دریاها خودداری نمایند، با علامت و اشاره‌های نزد کلها اهمیت دهند، والدان باشند در نزد کل و دریاها کودکان و نورسان را به نظارت نگذارند و قاعده‌های درست آبازی را رعایت کرده آن را به دیگران نیز توصیه دهند. با این وسیله میتوان گفت که در سمت پیشگیری از حادثه‌های غرقشوی، جراحت برداری و فوت سهمگذار باشند. برای معلومات خاطررسان می‌نماییم که نوابسته از چاره‌بینی‌های پیشگیری و بردن کارهای فهماندهی در 5 ماه سال 2025 38 حالت غرقشوی به قید گرفته شده، در نتیجه آن 57 نفر به هلاکت رسیده، 16 نفر از غرقشوی نجات داده شدند. در این دوره سال 2024 باشد 35 حالت غرقشوی به قید گرفته شده، در نتیجه آن 57 نفر فوتیده و 3 نفر از غرقشوی نجات داده شدند. یعنی تحلیلان نشان می‌دهند که در سمت پیشگیری نمودن از حادثه‌های غرقشوی در یکجایی همه قشر جامعه از خود سهمگذار باشند. از این رو احترامانه به شهروندان و مهمانان کشور رسانیده می شود که در برابر کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده، مقامات‌های دخلداری حاکمیت دولتی در محل‌ها، وزارت و اداره‌های دخلدار، کمیته و تشکیلات‌ها و دیگر ساختارهای مربوطه همه شهروندان کشور نیز بابت پیشگیری از حادثه‌های غرقشوی شهروندان سهمگذار باشند و در این سمت تدبیرهای علاوه‌ای را عملی نمایند.